مسئله جان اما امالی رحمان دا خیانت یکمش که 30 سال نه 90 سال خلق توجیک به سواد مون قفازد 90 سال در سر کرسی همه به سواد یکا همه به سوادن یکم آدمی با سواد نیست با سواد اونا ژورنالیسته که دین امروز گرفته هم با عدل برده انش اونا گشته سن به چهارراه تاکسی زده 90 سال هست آدمایی که نچالنگ گایی های نچالنگ ملیسه های حتی با خدا قسم امی پروتکل ابیش نیره پرکه نمیتونن بله دوست پیامت برحمونوف برادر گرامی پیامت برحمونوف چیه پیامت برحمونوف پیام تا برحمونوف بگو پایم برامون دیگه او پایم نداره خیاکا همین داره همین چیزی داره در درونت برادر نگه طریقه پخی همین پیام من نمیخورم رحمانوفا ببینم من میخوام 28 سالگی حاکمیت کنم برادرها پیام نداره نه من هر روز پیام بر رحمانوفا رسونده استم دارم پیام کو تو در آسیا گشته استی زنت 2 سالش تر ندیده است بچه‌ها 2 ساله به پدرند در تاجیکستان پدر و مادر 2 ساله ندیده است یا عالم پرابلم داره خیلی پیام نداری بر رحمانوف پیام باید داشته باشی وقتی پیام نداشته باشی بر رحمانوف نمیدونم که من دیگه انصافی اگر مسلمانی داشته باشه کو همه بمونه یک آدم مؤمن مسلمان او ببرویا اینمی پیام است اینمی پیام است خیلی پیام است کاگه همراه بله اینمی پیام است سلامت باشی برادر بله وقتی که میگیم که پیام بگذاره پس به پیام نست شما برای چی برای اینکه مصیبت تمام ما و شما از دست رحمانوف است وقتی تو میگی من پیام ندارم با رحمانوف پس نمیدونم من دیگه این چگونه میتونه باشه که یه انسان در این قدر زیر ظلم سوید نداره اردش 300 سوم شکر خوردن نداره پرابلمش زیاد خونش خنک فرزنداش در گشنگی قرار دارن بچهش در عسکری نیم کلامرای باید که امروز پگاه مردش روان کنن بعضی بچه دیگهش مردش با علاقه روان کردگن بچه دیگهش گرفتگی در درون کهدان بجای که اگر که قپن ابلاوش میبرن باید که ایراسیا پول روان کنه یا عالم تراژدی داری بو میگم پیامت بر رحمانوف چیه میگوی چی نیست پیام ندارم بر رحمانوف پس پیام نداری پس دیگه باید زندگی کنی اگر در همین حالتی که رحمانوف با سر تو برده است همین تا باید زندگی کنی اگر